دوست دخترش با بهترین دوست و همتیمیش وارد رابطه شد. سالها بعد مقابل همون بازیکن بازی کرد و توی یکی از مهمترین مسابقات فوتبال اروپا دروازه‌شو باز کرد. این داستان کوین دی بروینه است. اما قبل از اینکه تبدیل به پادشاه کوین بشه، زندگی بارها اونو زمین زده بود. در 14 سالگی برای فوتبال از خانواده‌اش دور میشه و در خونه یک خانواده میزبان زندگی میکنه. اما چند وقت بعد بهش میگن که ازش خوششون نمیاد و نمیتونن ازش نگهداری کنن. کوین بعدها گفته اون روز احساس کرده هیچ کس بهش باور نداره. The year is over. I say goodbye to the foster parents, not knowing what goes on. And then I come home and my parents were like sad, crying. I'm like, what's wrong? The foster parents don't want you to come back anymore. I'm like, why? Because of who you are. بعد نوبت چلسی میرسه. باشگاهی که استعدادشو نمیبینه و خیلی زود کنار میذارتش. اما انگار این پایان ماجرا نبوده. دوست دخترش با تیبو کورتوا همتیمیش تو تیم ملی بلژیک وارد رابطه میشه. این اتفاق به یکی از جنجالی ترین حواشی فوتبال بلژیک تبدیل میشه. حتی بعدها سرمربی تیم ملی از دی بروینه میپرسه میخوای کورتوا رو از تیم ملی کنار بذاریم، اما پاسخ اون منفی بوده و میگه تو جایگاهی نیست که همچین تصمیمی بگیره. اون نه وارد جنگ رسانه‌ای شد، نه اجازه داد حاشیه‌ها آینده‌شو نابود کنن. دی بروینه ترجیح داد جوابشو تو مصاحبه و جنجال نده، بلکه تو زمین فوتبال بده. سالها بعد وقتی مقابل کورتوا قرار گرفت، موفق شد دروازه‌شو باز کنه. صحنه‌ای که بسیاری از هواداران اونو یک پاسخ بی‌کلام به تمام اتفاقات گذشته می‌دونستن. کوین به ولفسبورگ رفت، درخشید، به منچستر سیتی پیوست و تبدیل شد به یکی از بهترین بازیسازهای تاریخ فوتبال. 6 قهرمانی لیگ برتر انگلیس، قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا و 10 افتخار فردی نتیجه مسیری بود که بارها میتونست توش تسلیم بشه. داستان کوین دی بروینه یادآوری میکنه که گاهی بهترین جواب به کسایی که بهت شک داشتن موفق شدن یه که دیگه نشه نادیدش گرفت. شاید گاهی بهترین انتقام موفقیتی باشه که دیگران رو مجبور میکنه به احترامت بایستن. راستی اگه دوست داری قصه آدمای بیشتری رو برات تعریف کنم، حتما منو فالو کن که گمم نکنی.